نوزادی که قلب زیر 100 داره یا تنفس نداره، یعنی هر کدوم از این، یا نفسش گسره، یعنی فرم نفس کشیدنش اصلا افکتیو نیست، وارد این چرخه میشه. شما به مریضتون PPV میدین. حالا برای PPV و برای پالس اکسیمتری چند تا نکته هست. اولا که توی اتاقای عمل و لیبرای ما 3 تا کارت بزرگ باید روی دیوار حاضر باشه. کارت اول کارت احیاء که تمام مراحل احیا رو روی الگوریتم به ما نشون میده. کارت دوم سچوریشن نوزاد رو به شما نشون میده. سچوریشن نرمال رو شما باید روی دیوار داشته باشید. و سومی عمق لوله تراشه‌ای که قراره استفاده کنید روی دیوار باید باشه. حالا برای پالس اکسیمترتون شما باید بدونید که از دقیقه اول سچوریشن نرمال چیه. میدونین که نوزاد وقتی توی شکم مادرشه سچوریشنش چنده؟ نوزادی که توی شکم مادر کاملا یعنی جنینی که توی شکم مادر کاملا متفاوته با بیرون، سچوریشن 40 تا 45 داره. یعنی 9 ماه توی شکم مادر با سچوریشن 40 تا 45 عروق مغزش انقدر گشادن که تمام اکسیژنشون رو میتونن بگیرن. به محض به دنیا اومدن و اولین تنفس عروق مغزی کانترکشن پیدا میکنن و بسته میشه و ما نیاز داریم که اکسیژن بیشتری بهش بدیم. خب من مینیمومش رو اول اینجا براتون مینویسم: 60، 65، 70، 75، 80، 85 یا اینجا دیگه تا 95، 90 تا 90. خب عددهای بالاش هم اینجا مینویسم. شما مینیموم ها رو بدونید. یعنی اگر تو دقیقه اول نوزاد شما سچوریشن 60 داشته باشه نیازی به اکسیژن نداره. این سچوریشن نرمال خودشه. یکی از دلایل این که ما میگیم آبکار نوزاد تو دقیقه اول هیچ وقت 10 نیست به خاطر اینکه نوزاد به صورت طبیعی سچوریشن اولیه 60-65 بنابراین آکروسیانوز رو داره. همیشه آبکار اولیه 9 در بهترین حالت. پس سچوریشن ها باید روی دیوار باشه که شما بدونید اگر نوزادتون تو دقیقه 4 75% نباید نگرانش باشید. برای PPV چند تا دستگاه هست که باهاش PPV داده میشه. ما اینجا بهترین دستگاهش رو موجود داریم. به این میگن نئوپاف. چیزیه که جایگزین آمبوبک شده، سالهاست و ازش داره توی دنیا استفاده میشه. اگر قرار شد از آمبوبک استفاده کنیم حتما باید آمبوبکمون مانومتر داشته باشه و فشارش کمتر از 40 بشه که تنظیم بشه، چون بیشترین فشاری که یه آمبوبک میده 40. و حتما باید یا رزرو بگ داشته باشه یا به بگ خود متصل شونده وصل باشه، یعنی نوع آمبوبکش از اون نوع باشه. PIP که ما میخوایم به نوزاد بدیم 20 تا 25 و PP که میخوایم به نوزاد بدیم 5 و FiO2 که استفاده میکنیم هیچ وقت 100 نیست. اگر نوزاد ما بیشتر از 35 هفته است FiO2 مون رو 21% میذاریم و اگر نوزاد ما کمتر از 35 هفته است FiO2 مون رو 21 تا 30% میذاریم. پس ما هیچ وقت احیا رو با اکسیژن 100% شروع نمی کنیم. اگر این کار رو میکنیم داریم آسیب میزنیم. نوزاد ما هنوز مغزش توانایی کشش اکسیژن 100% رو نداره و این یه آسیبه. حتما باید FiO2 21% نهایت 21 تا 30% تنظیم کنیم. این دستگاه نئوپاف یه سرش به اکسیژن وصل میشه که اینه. یه سر دیگهش که یه لوله داره PIP و پیپ ما رو تنظیم کنه. اگر اینو فیکس کنین روی ماسک نوزاد پیپ داره میده و اگر دستتون رو روی این سوراخ بذارین PIP هم میده. یعنی شیوه دادنش اینطوریه که این روی صورت نوزاد به این شکل PIP داده میشه، به همین راحتی بدون فشار و بدون اذیت شدن. سر این میچرخ، یعنی ما اینو میتونیم بچرخونیم و پیپ نوزاد رو تنظیم، یعنی پیپ دستگاه رو تنظیم کنیم. اگر کامل از دو طرف ببندیمش و اینو بچرخونیم PIP رو به ما نشون میده و تنظیم میکنه. پس این پیچ PIP، این پیچ پیپه.
اینا قبل از تولد نوزاد باید تنظیم شده باشه. روی مانومتر. الان اینی که من اینجا فشار دادم اگه به اکسیژن وصل باشه این روی 20 میسته. بعد و اگه این دستمو بردارم میاد روی 5. آره این پیپ شماست. خب این دستگاه مانومتر، این دستگاه نئوپاف. همون ماسکای معمولیه که توی بزرگسالم استفاده میشه، اسمشو واقعیتش نمیدونم، ولی ماسکاییه که لبه هاش باد میشه. آره 3 تا سایز داره، 2 0 0 و 1 1 مال نوزاد ترمه. ما بر حسب سن نوزاد از ماسکش استفاده میکنیم. ماسکی مناسبه که از روی چونه تا بالای بینی نوزاد رو بگیره، نباید پایین تر از چونه باشه، نباید بالاتر از بینی، یعنی روی چشم. پس افای تو تنظیم پیپ و پی آی پی مشخصه. ما پی پی وی رو شروع میکنیم. زمانی که پی پی وی رو شروع میکنیم باید حرکت قفسه سینه رو ببینیم، یعنی افکتیو باید باشه پی آی پی که شما به نوزاد میدید. اگر افکتیو نبود یه جای کارتون میلنگ. چقدر زمان میدیم؟ 15 ثانیه. پس ما 15 ثانیه به نوزادمون پی پی وی میدیم. بعد از 15 ثانیه 2 تا حالت پیش میاد. یا هارت ریت بالای 100، اینجا راجع به نفس صحبت نمی‌کنیم، بر حسب هارت ریت. یا داره میره بالای 100، یعنی میبینیم که هارت ریت داره میره بالا روی دستگاه پالس اکسیمتر. یا هارت ریت اصلا بالا نمیره و شما احساس میکنین که چست مریضتون حرکتی نمیکنه، یعنی شما احتمالاً پی پی وی رو خوب نمیدین. اگر داره میره بالای 100 پی پی وی رو ادامه میدین تا برقراری تنفس. یعنی شما عملاً دیگه نگران نیستین، پی پی وی رو ادامه میدین تا زمانی که نفسش برقرار بشه. ممکنه حالا نفس برقرار بشه، ممکنه بعد از 1-2 دقیقه اگر ببینین نفس برنگشت مریض رو اینتوبه کنین و بذارین زیر دستگاه. در هر حال هارت ریتش مهمترین عامل تصمیم. حالا هارت ریت زیر 100 و چستش احساس میکنین حرکت خوبی نداره. اینجا شما تکنیک پی پی ویتون غلط. چند تا چیزو چک میکنی. ما بهش میگیم مستر سوپا. طریقه چکش توی نمودار احیا نیست، باید یادمون بمونه، یعنی باید بلد باشه. اینطوریه که 15 ثانیه اولی که پی پی وی دادین این تیکش رو چک میکنین و یه 15 ثانیه دیگه فرصت میدین و اگه فایده نداشت این تیکش رو چک میکنین. یعنی اینا پشت سر هم انجام نمیشن. کاری که میکنین ماسکو یه بار دیگه برمیدارین و درست میذارین سرتون. ریپوزیشن سر میکنین، سر رو سمی اکستند میکنین. ساکشن میکنین. ساکشن اینجا با دستگاه ساکشن انجام میشه. گفتم ساکشن رو روی 80 تا 100 تنظیم میکنیم و ساکشن میکنیم. نکته ساکشن اینه نباید ساکشن رو از وسط دهن ببرین داخل، چون تحریک عصب واگ خودش آپنه و برادیکاردین. ساکشن میکنین و اوپن ماوس. اوپن ماوس یعنی شما ماسک رو با دست فیکس نگه داشتین روی صورت، با یه انگشتتون چونه رو بدین پایین. گاهی وقتا بینی به دلیلی مثل آترزی کوان بسته است و شما به دهن نیاز دارین برای اینکه پی پی وی رو درست بدین. پس این 4 مرحله مستر سوپا رو انجام میدین، 15 ثانیه دیگه پی پی وی میدین. اگر فایده نداشت میرین سراغ مرحله بعدی که افزایش پی آی پی و ایرویه. افزایش پی آی پی با دستگاه نئوپاف خیلی راحته، یعنی با پیچوندن پیچ شما میتونین پی آی پی رو بالا ببرین. پی آی پی رو 5 تا میرین بالا تا به پی آی پی 40 برسید و دیگه بالاتر از این نمیتونین. به پی آی پی 40 رسیدین، دیدین فایده نداره، مریض رو اینتوبه میکنین. چون تقریبا تمام اختلالاتی که اجازه نمیده شما پی آی پی درستی بدین با اینتوبیشن برطرف میشه. پس اینجا مریضتون رو اینتوبه میکنین.